تا حالا ممکنه به این فکر کرده باشی یه ویتامین ساده ممکنه اثر داروهاتو تغییر بده و حتی برای بدنت خطرناک باشه؟ ویتامین E همراه با رقیق کننده های خون مثل آسپرین و آپیکسابان خطر خونریزی رو افزایش میدن. دومی استفاده از ویتامین K با وارفارین که فعالیت وارفارین رو متاسفانه به شدت کاهش میده. سومی استفاده از نیاسین همراه با استاتین ها مثل آتورواستاتین و رزوواستاتین که خطر ابتلا با میوپاتی رو افزایش میده. همچنین استفاده از مکمل آهن همراه با آنتی بیوتیک و آنتی اسیدها که به شدت جذب آنتی بیوتیک رو کاهش میده. پس بهتره یه فاصله 2 ساعته بین مصرف مکمل آهن و آنتی بیوتیک ها بدی. هر ویتامینی خوبه، فقط باید بدونی کی و با چی نباید استفاده بکنی. اگه میخوای بدونی که مکملاتو با چه داروهایی تداخل داره و نباید استفاده بکنی، حتما برامون این پایین دایرکت بزن تا با همدیگه بررسی بکنی.